با کدام رنگ و با کدام نمود با کدام ناموس و عقیده بر این ملت دست میزنید؟ سلاح تمام کشورها از اون فروخته میشود. 80 خائن مواد مخدر در تمام دولت‌ها از افغانستان میرود که با نص قرآنی و حدیث حرام است. تا از ناموس مادر تاجیک گپ میزنی، ناموس پسران افغانستان را گپ زن. 45 سال خون میریزد در اونجا. در صحیح البخاری حدیث است: اول ما یقضی به یوم القیامه، اولین چیزی که روز قیامت در اونجا دلهاشو میارند که دیوار در خونها هست. حدیث مسلم و بخاری و مسند احمد بن حنبل. اولین دیوانی که خداوند در روز محشر محاکمه میکند دیوان خونها هست. این 45-50 سالی که خون میریزانند کی جوابی نمیگوید؟ تو اونو پیشگیری کرد. کماندانی که گفت که طالب پشتو است و پشتو طالب است.